ویدیو امروز ما شاید یه ذره طولانی بشه، ولی خب یه ترکیب بمبی رو من تازگی ها کشف کردم. البته از اینجور نمیدونم معلومه یا نه. یه سری مغز، کشمش و مثلا بادوم زمینی و نخودچی و دیگه توت خشک و از اینجور چیزا میریزی توی ظرف. یه ذره کره بادوم زمینی میاری حل یادمه خیلی وقت پیش بود یه ویدیو از BSJ دیده بودم که یه ذهنیتی داشت راجب متا، راجب پچ، راجب هیروهایی که میان پیک ریتشون میره بالا، وین ریتشون میاد بالا، ترند میشن، همه دوست دارن بازی کنن و کلا حالا متای پچ. یه دیدگاهی داشت که برا من جدید بود، برا من تازه بود، تا حالا همچین دیدگاهی رو کسی بهم نداده بود. الان دیدگاهشو کامل یادم نیست، ولی میرم ویدیوشو پیدا میکنم همین امشب، همین الان، و یه بار دیگه ویدیو رو میبینم، بعد ویدیو میام دوباره توضیح میدم. خلاصه بگم دیدگاهش یه همچین چیزی بود که نیازی نیست شما همیشه مثلا ببینید اوکی کدوم هیرو الان باف شدن، کدوم هیرو الان متا شدن، کدوم هیرو قوی شدن، برید همونا رو بازی کنید. شما یه موقع میتونید برخلاف متا بازی کنید، مثلا کدوم هیرو یا کدوم دسته از هیروها باف شدن، بیاید کانتراشون رو بازی کنید. و اصلا کلا ساختار دوتا هم مثلا چند وقت از پچ میگذره میبینی که همین جوریه. مثلا 3 تا 4 تا هیرو باف شدن، زیاد پیک میشن، وین ریتشون بالاه، هیروهای کانترشون هم میان زیاد پیک میشن. یه همچین دیدگاهی داره، یه همچین بینشی داره که مثلا میاد فکر میکنه که اوکی این 5 تا هیرو چرا متا شدن. خب سبک مخالفش هم مثلا متا میشه، یا مثلا اگه هیروهای، یا مثلا اگه پایپ قوی شده، طبیعتا هیروهایی که ماجیک دمیج دارن خیلی پیک از اون. یه بار دیگه این مثال رو با هم دیگه میزنیم. فرض میکنیم پایپ خیلی قوی شده، کدوم هیروها میان متا میشن؟ هیروهایی که پایپ خورن، هیروهایی که پایپ میخرن، جزو آیتم بیلشون پایپ هست، مثل تایدانتر، مثل دارکسیر. از اون طرف هیروهایی که ماجیک دمیج میدن کمتر پیک میشن قاعدتا. از اون طرف احتمالاً هیروهایی که فیزیکال دمیج زیادی دارن وین ریت بالایی میگیرن، اونا هم میان جزو هیروهای متا. یه همچین مایندست خیلی قشنگ و باحالی داشت که باعث میشه آدم بشینه عمقی تر یه خورده به این مسئله نگاه کنه و صرفا به وین ریت نگاه نکنه، بیاد قشنگ پچ عمقی بررسی کنه. حالا یه سری هستن که خیلی تجربه بالایی دارن، خیلی دانش بالایی دارن، انقدر ذهنشون تو بازی بوده، گیم پلی آدمای مختلف رو میبینن، تون مثلا اخبار و چیزهای جدید و مختلف رو که همه تست کردن میبینن. خب اونا خیلی چیزن، اونا خیلی طبیعتا حرفه‌ای تر نسبت به این موضوع نگاه میکنن. من الان هدفم امروز اینه که بشینم اون ویدیوی BSG رو پیدا کنم، نگاه کنم، بیام دقیق تر برای شما توضیح بدم. و از یه طرف یه ویدیویی که پین دوتا، یه کانالی هست تو یوتیوب به اسم پین دوتا، اون گذاشته. اون فکر کنم هیروهای قوی پوزیشن یک این پچ رو معرفی میکنه. من میخوام با این طرز فکر برم هیروهای پوزیشن 3 ای رو پیدا کنم که جلوی اون 5 تا هیرو میتونن خوب بازی کنن، چون خودم آفلینم. بریم. BSJ دقیقا تو این ویدوش که هم زوم کنم روش، کجا رفت، کجا رفت این ویدوش. They are in every game how to counter. مال 2 سال پیش، پچ 7.34 باید باشه. میاد 3 تا هیرو مثال میزنه: فانتوم اسوسین، ترنت، ارچیکر. و اصلا ماهیت صحبتش تو این ویدیو اینه که این 3 تا هیرو خیلی باگ شدن، این 3 تا هیرو الان تو همه گیما هستن و چجوری کانترشون کنیم.
میاد حالا اینا رو توضیح میده. بعد مثلا فانتوم اساسین رو میگه با این هیرو فانتوم اساسین اول خیلی کامل توضیح میده که فانتوم اساسین چرا باگ شده. بعد میگه که خب چیا فانتوم اساسین رو اذیت میکنه، میره از طریق دوتا باف بررسی میکنه که با چه هیروهایی یا با چه سبک بازی میشه فانتوم اساسین رو کانتر کرد. این واقعیت یه دیدگاه جدیدی به من داد 2 سال پیش که اولین بار من این ویدیو رو دیدم. اینکه اینجوری لازم نیست فقط خط راست رو نگاه کنی کورکورانه فقط دنبال این باشی که خب بذار ببینم الان متا چیه، الان وین ریت بالا کدوم هیرو، همونجوری بخوام کورکورانه پیک بدم. اولین چیزی که به من یاد داد، بیام نگاه کنم که اول اصلا چرا فلان هیرو باگ شده، چرا داره پیک میشه، صرفا چون مثلا لول 1ش قوی شده یا نه یه آیتمی روش میبندن که قوی شده، یا مثلا مپ که عوض شده بهتر شده براش. بیام ببینم واقعا چه دلایلی وجود داره که فلان هیرو انقدر داره پیک میشه. و دو اینکه میتونم اصلا از یه دید دیگه ای بهش نگاه کنم، بیام ببینم میتونم کانترش کنم. مثلا یه کری داره زیاد جلوم پیک میشه، ببینم که اول با هیرو میتونم کانترش کنم، با آیتم بیلد میتونم کانترش کنم، با سبک بازی میتونم کانترش کنم. یعنی مثلا من یادمه یه پچی بود که هیروهایی که منتا میخریدن، هیروهای پوزیشن یکی که منتا میخریدن خیلی باگ شده بودن. مدوسا بود، لونا بود. و اون پچ و اون دست از گیما که همچین هیرویی داشتن، من دف دادن تاور سیف لین خودمونو ارجعیت میدادم به زدن تاور سیف حریف. یعنی میگفتم من اونو نگر دارم که اصلا ما ساید بازیمون رو بچرخونیم، ببریم سمت تراینگل حریف بازی کنیم که اصلا مدوسا و لونا تراینگلشون رو نداشته باشن. به این نیت. حالا من میخوام از این ویدیو پین استفاده کنم. خب اولین هیرویی که اینجا میبینیم جاگرنات. 4%، میگم 4%. الان رتبه 4م هیروهای پرطرفدار، 54 و 87% هم وین ریت داره، یعنی هلوش 55% وین ریت داره. خوب پیک میشه، وین ریت خیلی خوبی هم داره. و حالا تغییراتش رو دقیقا نمیدونم، ولی ببینیم برای کانتر کردنش چه پیشنهاداتی میده. حالا پایینتر. خب جاگرنات کانترز. جاگرنات کانتر این هیروز. این هیروها جاگرنات رو اذیت میکنن. و حالا این دوتای اول علتی که دارن اینه که خیلی راحت میتونن اومنی اسلش جاگرنات رو داج بدن. مورفیلینگ با 1ش میتونه، ریکی هم با 2ش میتونه، هم با 3ش میتونه. بعد خب از اونجایی که به خاطر یه لول 1 جاگرنات، لولایی که بی کی بی پیرسینگن جاگرنات رو اذیت میکنن، مثل 6 دوم، مثل 6 بیس مستر. بعد دسپرافت چرا اذیت میکنه؟ ممکنه که سایلنسش اذیت کنه، یا اینکه البته یه چیزی هم هست، جاگرنات هیچ موقع نمیتونه بلید فیوری بزنه دسپرافت رو بکشه، چون دسپرافت همونو سایفون میکنه نمیمیره. بعد اینم هست که مثلا قبل از 6ش اگه سایفون کنه همچنان سایفون روش میمونه، میتونه هیل بشه. اینم هست. لوندروید هم سر این که خب چون خودشو برش کنار هم دیگه دمیج اومنی اسلش جاگرنات تقسیم میشه، خودش هم که میتونه 6 کنه.
اگیلیتی هم هستن اونقدر دمیج نمیخورن. تمپلار هم که اگه داست نداشته باشن هم میتونه شیششو داج بده، هم به خاطر یکش به راحتی کشته نمیشه. ویسیج هم به خاطر پرنده هاش به راحتی کشته نمیشه. بیسمستر BKB پیرسینگ داره. مانکی کینگ میتونه تو اولتی جاگرنات اولتی کنه. اسلارک هم با شاردش هم با اولتیش میتونه اولتی جاگرنات رو کنسل کنه. مورتا هم با شیشش میتونه یه کار کنه دمیج نخوره. وید هم میتونه بپره هم میتونه کرنو کنه. وینیجر هم با سش اذیت میکنه. پس کلا اگه بخوایم جاگرنات رو بررسی کنیم، دو مدل هیرو اذیتش. خب اینا شد. حالا هیروهای آفلینی که من میتونم جلو دسپرافت خوب پیک نمیشه، وین ریت خوبی هم نداره، ولی من خودم هیروشو دوست دارم. دسپرافت انتخاب میشه. بیسمستر این هم پیک ریت و وین ریت پایینی داره. حالا باید بررسی بشه که چرا این هیروها پیک نمیشه. به خاطر مپ بازیه، به خاطر آیتم بازیه، یا خود هیروها نرف شدن. و دوم و اسپریت بریکر نه بد نیست. اسپریت رو هم دوست دارم. دوم، اسپریت، دیگه همینا. خب این شد از جاگرنات. بریم بعدی. آبادون 59% وین ریت پایین تری داره، خیلی هیروی پرطرفداری نیست. طبیعتا جاگرنات خیلی پرطرفدارتره. خب کیا اذیتش میکنن؟ لارگو. راجع به این هیرو صحبت نمی کنم چون نمیشناسمش. آبادون، آنداینگ استرنجشو کم میکنه، کار میکنه نتونه خوب هیل شه. البته آبادون تامبستون آنداینگ رو زود میزنه. اتاک اسپیدش نسبتا بالاه هیرو. دارکسیر ایلوژن خیلی خوبی میتونه از آبادون بسازه. حالا آبادون اگه رادیانس داشته باشه خب خیلی تاثیر بیشتری میتونه بذاره. بعد سریع اون لول 3 هم رو خود آبادون میتونه استک کنه. بعد خیلی خوبم میتونه از دست آبادون فرار کنه. چن چن احتمال داره سر اینکه شیل آبادون رو بپرونه باشه. چنو نمیدونم. الدر تایتان بخاطر مووینت اسپید بالایش، یا شاید چون بیس آرمور آبادون رو کم میکنه. آبادون بیس آرمور بالایی داره مگه؟ اودی چون تو شیشش میتونه دو کنه، کلا تایمینگش رو چپ کنه. آنتی میج آبادون نمیتونه راحت آنتی میج. برای آبادونم من دارکسی رو دومو انتخاب میکنم برای پوزیشن 3. و حتی پایینتر آندرلورد. دراگون نایت 33. ببین این قضیه که گفتم اصلا دراگون نایت توی پروسین و تورنمنتی که الان هست گیم لیپ خوب دیده شده، ولی توی پابلیک حالا پلیرها شاید نمیتونن خوب باش بازی کنن، یا توی پلیرهای تیمی میدونن چجوری باش بازی کنن. اینجا اون قضیه خیلی صدق نمیکنه. حالا مگه اینکه مثلا روش مسلط باشید. اینجا از همون اول که معلومه واسه دراگون نایت هیروهایی که اچ رو کم میکنن، مثل ونام، وایپر ماجیک دمیج خوبی بهش میزنن. ترنت نمیدونم چرا، ولی خب اسلار که عاشق هیروهای تانکه. ترور بلید سر اینکه ایلوژن خیلی قوی میتونه ازش درست کنه.
و هیروهایی که بیس ماجیکال دمیج خوبی دارن برای دراگون نایت. دراگون از اونجایی که آرمور بالایی داره، یکی از نقطه ضعفاش اینه که شما به جای که ببری رو بحث فیزیکال دمیج، بیاری رو بحث ماجیکال دمیج. ماجیکال دمیج خوبی میخوره. ونوم، وایپر، تیمبر، آرک حالا دستش هم به این راحتی ها نمیرسه دراگون نایت بهش. پس من برای دراگون نایت ونوم رو انتخاب میکنم. برای پوزیشن 3 وایپر رو 2 تا لیست داشتم ولی وایپر رو دوست ندارم بازی کنم. ونوم رو انتخاب میکنم. بیست رو انتخاب میکنم. شاید حتی دارکسیر و نیکرو رو هم انتخاب کنم. دارکسیر بهترین هیروهایی که جلو یورتسا میتونن بازی کنن: رسکینگ، لنسر، ونوم. لنسر نمیشه تارگتش کرد. یورسا سر اینکه خب با 2 بار بکشه ریزور دمیج میگیره. بت رایدر تو اولتیش میتونه چیز کنه، ترور تک به تک قوی داره. ویور و ریکی خیلی سخته دستشون برسه، یورسا دستش به اونه برسه. اوگر رو نمیدونم. اسلاردور، شمن ایزی تارگتش میکنه. ترور بره خودش آرمور بالایی داره. حتی اگه یورسا تارگتش کنه ساندر میتونه کنه. دسپرافتو، یورسا. برای یورسا به نظرم اولین چیز میشه کانتر شدن تارگت کردن. یعنی یورسا خیلی دوست داره یکی رو سریع تارگت کنه، راحت بکشه، ولی لنسر رو نمیتونه تارگت کنه. بیریو مستر رو نمیتونه تارگت کنه راحت. ویور و ریکی و حالا هیروهایی که در کل اسکیپ خوبی دارن. بعد دسته دوم هیروهایی که خوب میتونن کانترش کنن: یورسا عاشق فایت طولانی نیست. رسکینگ فایت طولانی میکنه. ترور فایت طولانی میکنه، اصلا وای میسته باش تک به تک میزنه. ترور بلید هم مثل رسکینگ انگار در واقع 2 تا جون داره، فایت طولانی میکنه. و به نظر این چیز میشه میگه فایت طولانی. و باز هم مثل بیریو به این دلیل باز هم تو این دسته جا میگیره. رسکینگ و ترور بلید. و در ادامه هیروهای دیگه که فایت طولانی میکنن مثل آنداین. حالا شاید شما یا حتی دید هممون این باشه که یورسا عاشق همین هیروهای تانکیه که میخوان فایت طولانی کنن، چون هی 3 رو استک میکنه روشون. ولی خب اگر توی اون تایم 2 و 6 یورسا نمیرن و یورسا ریسورسش تموم بشه، خیلی کار سختی داره یورسا برای کشتن اونا. اولین بار بود یه همچین سبک ویدئویی میگرفتم. خودم میدونم که هنوز علم کافی ندارم، ولی صرفا این موضوع رسید امروز به ذهنم و گفتم که باید ویدئوش کنم، باید راجبش حرف بزنم و بدون سختگیری آپلودش کنم تو یوتیوب. ولی خلاصه اینکه
صرفا متا رو به عنوان یک چیز تک متغیری که یک راه صافه بهش نگاه نکنیم. خیلی پیچیده تر از این حرف هست. و یه موقعی یه سری هیرو میان متا میشن، بعد ملت مجبور میشن کانتراشون رو پیک کنن، میبینن کانتراشون هم میان متا میشن. بعد یهو میاد سبک بازی میاد متا میشه. یکی یه سبک بازی یا یه هیروی توی بازی های پروسین یا این پلیرهای رنگ بالای معروف توی استریماشون میزنم، اون یهو میاد متا میشه. من توصیه اولم اینه که خیلی آدم روی متا بازی نکنه بهتره، چون اون کلیپ هم که راجع به شخصیت بود گفتم پلی استایلی داشته باشید که مختص به خودتونه، توش راحتید. و در مرحله دوم یه نیم نگاهی هم به متا داشته باشید که بروز باشید، که بدونید تو بازیاتون قراره چه هیروهای بیشتر پیک بشه، براش آمادگی داشته باشید. السلام.